خب بریم سر پیاده سازی کدای داخل توابم. برای این کار چیزایی که نیاز داریم رو باید ایمپورت کنیم و قبل از اون چیزایی که نیاز داریم رو باید اینستالش کنیم. از دستور پیپ اینستال ترانسفورمرز استفاده میکنم برای نصب کردن کتابخونه ترانسفورمرز پلاگین فیس. احتمال زیاد وجود داره و فقط داره از کش میخونه. حالا این کد اگه مثلا میخواید رو سیستم خودتون ران کنید میتونید با زدن دستور پیپ اینستال ترانسفورمرز اون کتابخونه مد نظرتون رو نصب کنید. ما یک کتابخونه دیگه برای محاسبه اکوریسی نیاز داریم، از تورچ متریکس استفاده میکنیم. من کتابخونه رو نصبش میکنم. این حالا داخل کلاب نیستش، میره عملیات دانلود کردن رو انجام میده و در آخرم نصبش میکنه. حالا تا این داره عملیات نصبش رو انجام میده، ما میتونیم اون کتابخونه مد نظرمون که داخل کد بهش نیاز داریم رو اینجا ایمپورتش بکنیم. به عنوان مثال من از داخل ترانسفورمرز ایمپورت میکنم سوین فور ایمیج کلاسیفیکیشن. میام مدل سوین ترانسفورمر رو برای کلاسیفیکیشن ایمپورتش میکنم که بعداً مدلم رو از روی همین کلاس میسازم و عملیات ترینینگ مدلم رو به اون صورت انجام میدم. همچنین از داخل تورچ میام اپتیم رو ایمپورت میکنم برای اینکه اپتیمایزر خودم رو معرفی کنم. همچنین از داخل تورچ میام ماژول NNش رو برای نورال نتورک هست ایمپورتش میکنم و از داخل تورچ متریکس دات کلاسیفیکیشن ایمپورت میکنم باینری، چون یه مدل باینری کلاسیفیکیشن میخوایم بنویسیم. باینری اکوریسی رو ایمپورت میکنم. رانش کنیم ببینیم توی ایمپورت کردن به مشکل خوردیم یا نه. همچنین از TQDM دوباره TQDM رو ایمپورتش میکنم. این از کتابخونه هایی هست که برای پروسس بار رو این چیزا نشون دادن. خیلی کتابخونه خوبیه واسه اینکه مثلا ببینیم اپوک چندم هستیم، حالا شاید ازش استفاده کنیم یا استفاده نکنیم، بستگی داره. ببینیم به چه صورت پیش میره کارمون. خب ما اومدیم لایبرری های مد نظرمون رو نصب کردیم، ایمپورتشون کردیم. بریم که ساختار تابع اینیت رو اینجا پیاده سازی بکنیم. ببین اول اینکه تابع اینیت ما چیزی که برمیگردونه نان هستش، یعنی چیزی برای ما بر نمیگردونه. خب میتونیم اینجا مشخصش کنیم حتی به عنوان ورودی، یعنی وقتی که داره نمونه از کلاس ترینینگ ساخته میشه میتونیم تعداد اپوک ها رو به عنوان ورودی بگیریم که جنسش از نوع اینتیجره. خب و من اینجا self dot epochs رو برابر اپوکی که از بیرون داره میاد قرارش میدم که مثلا توی تابع رانم بهش دسترسی داشته باشم و بتونم اونجوری مدل خودم رو ترین کنم به اندازه تعداد اپوک هایی که اینجا مشخص شده. چیز دیگه که مثلا میتونم داشته باشم self dot device. حالا این self dot device هم دوباره میتونیم داخل تابع اینیت خودمون مشخص کنیم، یا اینکه نه بریم مثلا وقتی که مدل داره ساخته میشه به عنوان ورودی بگیریم. حالا من هم اینجا داخل تابع اینیت این کار رو انجام میدم. اینجا تورچ هم ایمپورت میکنم. حالا احتمال زیاد بالا تو هنگام ساخت دیتا لودر تورچ رو ایمپورت کردیم، ولی اینجا هم دوباره من ایمپورتش میکنم که داشته باشمش. از تورچ دات دیوایس استفاده میکنم. میگم پیش‌فرض میگم اگر torch.cuda.is available باشه، یعنی جی پی یو در دسترس باشه، برای من بیا کودا رو قرارش بده، وگرنه بیا سی پی یو رو قرارش بده. اینجوری هم میتونم دیوایس خودم رو انتخاب کنم. اگه این سخت افزار به جی پی یو دسترسی داشته باشه و تورچ ورژن مثلا
ورژن جی پیوش نصب شده باشه و بتونه با کودا ارتباط برقرار کنه، دیوایسش رو کودا انتخاب میکنه و یعنی سی پی یو رو انتخاب میکنه و ترینینگ رو میبره روی سی پی یو که سرعت کار رو خیلی میاره پایین تر هنگام ترینینگ. خب چیز دیگه که اینجا میتونم مشخص کنم سلف دات اپتیمایزر است. اپتیمایزر از اپتیم دات آدام استفاده میکنم برای اپتیمایزرم و اینجا نیازه که مدل رو، پارامترهای مدل رو بهش پاس بدیم. خب پس من قبل از این کار چیکار میکنم؟ سلف دات مدلم رو میام چیز میکنم، فراخوانی میکنم. اینم نیازه که بره تابع لود مدل رو اینجا فراخوانی کنم. میگم سلف دات لود مدل و همچنین میذارمش تو دیوایس، سلف دیوایس. حالا کدوم مدل رو میخوایم لود کنیم؟ من میگم مدل برابر با سوین کلاس، سوین ترانسفورمر که برای کلاسیفیکیشن هست، دات چی فرام پری ترین. آدرسش رو نیازه که بهش بدیم. میتونید وارد اینجا سایت هاگین فیس بشین. خب از بخش مدلز اگه اشتباه نکنم برید فیلتر کنید بر اساس ایمیج کلاسیفیکیشن. اینجا سوین ترانسفورمر رو مثلا، حالا سوین رو اینجا سرچش کنید، ببینید انواع مختلف سوین وجود داره. من این تاینیش رو میخوام. خب برای همین یا میتونید از اینجا بیاید کپی کنید، بردارید بیاید بذارید اینجا. میگه من از این پریترین مدل که سوین ترانسفورمر هست میام مدلم رو میسازم. من یک کامو گذاشتم، اومدم سطر بعدی نام لیبلز رو، یعنی تعداد لیبل هاشو برابر 2 قرار میدم. این پیش‌فرض روی فکر کنم ایمیجنت ترین شده که 1000 تا کلاس داره، حالا اگه اشتباه نکنم. من میام اینو محدودش میکنم به 2 تا کلاس، چون مدلی که خودم دارم 2 تا کلاس هستش. و پارامتر ایگنور میسمچ سایزش هم ترو میکنم که اگه میسمچی توی سایزش پیش اومد برای من خطا نده. حالا اینجا خودش چیز نمیکنه، من تایپش میکنم ایگنور mismatched sizes. اینم برابر تو رو قرارش میدم. خب اینجا هم وقتی که مدلم ساخته شد میتونم مدلم رو ریترن کنم. ببینید اینجا مدلم ساخته میشه، ریترن میشه و من اینجا توی اینیت دارم فراخونیش میکنم. پس این وریبل سلف دات مدل منم ست میشه. حالا برای تست کردن اینو یه بار ران میکنم، میام توی سل بعدی یه نمونه از کلاس ترینینگ میسازم. ترینینگ کلاس برابر قرارش میدم با کلاس ترینینگ. چی به عنوان ورودی از من میگرفت؟ تعداد اپوک ها رو به عنوان ورودی میخواست. من مثلا میگم 10. اینو که فراخونی میکنم این خودش میره تابع اینیت رو فراخونی میکنه. تابع اینیت میاد تابع لود مدل رو فراخونی میکنه. اینجا مدلم ساخته میشه و میتونم بهش دسترسی داشته باشم. اینجا یه خطایی رخ داده سر اینکه آدام نمیتونه همینجوری خالی فراخونی بشه، باید پارامتراش براش مشخص بشه. پس بریم سر اینکه آدام ورودی پارامزش رو برابر قرار بدیم با self.model.parameter. به اپتیمایزر آدم میگیم که چیا رو میخواد واسه ما، نادیر بهینه‌شون رو پیدا کنیم. ما میگیم برای پارامترها این کار رو میخوای انجام بدی. لرنینگ ریتش هم برابر 0.001 قرار میدم. حالا دوباره رانش میکنم این کلاس رو، این سل رو دوباره میام اینجا یه نمونه ازش میسازم. مشاهده کنید اینجا خودش هم داره به ما حالا وارنینگ میگه که آقا شما 1000 در 768 ولی شما اومدیم مثلا نام لیبلزش رو تغییر دادین شده 2 در 768. ما میگیم اوکیه. الان مدلمون فراخونی شد، اپتیمایزرمون فهمی که چه چیزایی رو باید چیز کنه، بهینه کنه و اونم پارامترهای مدلمون هستش. بعدش میدونیم چی رو فراخونی کنیم. میتونیم اسکیجولر رو اینجا فراخونی کنیم. من میگم از اپتیم
learning rate اسکیجولر، بیا از کوساین آنالینگ استفاده کن. آنالینگ learning rate. اینجا میام اپتیمایزرشو برابر استفاده اپتیمایزر قرار میدم. اگه خودش پیشنهاد بده که پیشنهاد نمیده، تی مکسشو، پارامتر تی مکسشو برابر مثلا 5000 قرار میدم و پارامتر اتهام مینیموم ترین حالتی که برای لرنینگ ریت، برای آپدیت کردن لرنینگ ریت میخواد در نظر بگیری، این به توان -6 قرارش میدم. خب اینجوری هم اسکیجولرم رو میسازم. دومین کاری که میتونم، حالا کار بعدی که میتونم انجام بدم اینه که بیام لاس فانکشنم رو استفاده کنم که 100% از کراس انتروپی لاس استفاده میکنم. اینجا من میگم صفر داد لاس فانکشن، حالا fn قرار بدم از nn داد، میتونم از باینری کلاسیفیکیشن استفاده، باینری کراس انتروپی استفاده کنم یا از همون کراس انتروپی استفاده کنم. به این صورت صفر داد متریکمون رو هم اینجا ست کنیم. از باینری کلاس، باینری اکوریسی که بالا فراخوانی کردیم استفاده میکنم، یه نمونه ازش میسازم برای اینکه بیاد عملیات محاسبه اکوریسی رو انجام بده. اینم باید بره داخل دیوایس قرار بگیره، اینم تو دیوایسش میکنم. خب تو این جلسه کاری که انجام دادیم، اومدیم تابع لود مدل، از تابع لود مدل برای لود کردن مدل استفاده کردیم، رفتیم از سوین فور ایمیج کلاسیفیکیشن داخل ترانسفورمرز هاکینگ فیس استفاده کردیم، مدل سوین تاینی رو که برای مایکروسافت هستش فراخوانی کردیم، گفتیم تعداد خروجیاش برابر 2 تا کلاسه و مدل رو ریترن کردیم. توی تابع اینیت اپوک ها رو ست کردیم، دیوایس ها رو ست کردیم، مدل رو فراخوانی کردیم، تابعی که پایین پیاده سازی کرده بودیم، اپتیمایزر رو فراخوانی کردیم و ست کردیم، اسکیجولر لرنینگ ریت رو اینجا معرفی کردیم، لاس فانکشنمون رو کراس انتروپی لاس قرار دادیم و متریکمون هم که باینری اکوریسی بود رو اومدیم اینجا ساختیم. من یه بار دیگه این رام میکنم که ببینیم اگه خطایی وجود داره با هم برطرف کنیم، وگرنه جلسه به اتمام برسه. اینجا خطا داریم و احتمال زیاد اشتباه تایپی اپتیمایزر. آره اینو من یه بار دیگه رانش میکنم. خب با موفقیت ران شد و تابع اینیت اینجا اون چیزایی که مد نظرمون هست و بعداً توی توابع دیگه میخوایم استفاده کنیم رو برای ما ست کرد. خب بریم توی جلسه بعدی بیایم مدل های متد های دیگه هم رو پیاده سازی کنیم، مثلا متد ترین و متد ولیدیشن و متد ران و متد سیو مدل. تا جلسه بعدی فعلا خدا نگهدار.